یک وقت یک جای یک دفتر کار میکردیم، یعنی خلقی ها یار کل مردم فهمید که خلقی و پرچمی کافر است دیگه. کل دیگه اجماع اومد شد که یا کافر هستن یا قرآن هم لغت میکردن و پیغمبر هم دشنام میدادن، مسلمان هم میکشن. خب کل مردم فهمیدن که یا کافر هستن. حال بسیاری کسایی که میگن نجیب شهید یا لوداست، خب سر لوداها میگه با خدا زدگان ستیزه مکن که خدا زدگان را خدا زده است. ما میگیم پروردگار را به برکت شب قدر کسایی که نجیب دکتر نجیب شهید میگن الله متعال که نجیب یک جای حشرشان کنه. این خوب دواز برش دیگه. خالو خودش میگه شهید است یعنی جنت میره. صحیح نه؟ الله تو رو هم که تزمو یک جای حشر کنه. باز اگر تاترین رفت خب عقیده تمی چیز است. ما خب برای دعای بد نکردیم. یک نفر آمد صاحبی گفت که این استادا شما برای ما میگفتین که خلق نمانین، پرچم نمانین. این کمیته مرکزی ما فیصله کرد که بعد از این نام از این حزب چی شوه؟ وطن شوه. یک استاد داشتیم بسیار عاجز بود، خاطر نرمک گپ میزد. او برش گفت که خلقی صاحب یک نفر بود نامش خر بود، ای که ازدواج کرد کلگی خانمش هم میگه دخره خزه او زن خر. آخر زنش گفت که خدا در بدرت کنه، آقایت هم در بدر کنه، ننهیت هم. این چی نام سر تو مانده؟ حال تو خود خر بودی، ما هم زن خر شدم. و سو کنم این نامه بیخی وضعیت من خراب است. هر کس میگه چطور هستی زن خر، هو میگه چطور هستی زن خر. باز میگه رفت یک دانه بزغالگک داشتید ذبح کردم ریش سفیدار خواست. گفت چی گفت بیا داره هم یک کار بکنین، همین من نام بسیار خراب است، هر وقت خانم سر جنجال میکنن، همین نام را تغییر بدین. گفت که صحیح ریش سفیدا گفتن برو نامت باشه کوتایی کرک، نامت کره باشه. این مرد کسی بر آمد ورق هم نوشته کردن این تذکره تو، مردم شروع مرو را خوردن رفتن. پس که آمدن گفت که خانمش گفت که چی کردی؟ گفت این نام تغییر دادم. نامت چی ماند؟ گفت کره ماند. ای گفت خدا غرقت کنه، یک سال بعد پس خر میشی. یه استاد ما بر از این نفر گفت که فالق شما نام از این حزب وطن ماندین، 6 ماه بعد بس ابو خر میشه. خاله بیاز مردم شناختن به هر طرزی که خواهی جامعه میپوش، من از طرز خرامت میشناسم.